سلام قربونتون باشم. اومدم با یه ویدیوی آموزشی تو شورت بهتون توضیح بدم که چجوری مثل من اینقدر خوب بدون لگ بدون اینکه گوشیتون بگه بتونید بازی کنید. آقا قبل از اینکه بریم سراغ آموزش لایک رو بزنید، بنده رو فالو کنید. اصلا اینو یادم میره همیشه بگم و این ویدیو رو باز نشکنید و شیر کنید. ببخشید و بریم سراغ آموزش. امیدوارم که بنده رو دعا کنید. اول آقا گرافیک رو برمیگردونید به حالت قبلی. ببخشید تنظیمات، میرید تو گرافیک، اینا میچینید و میرید بالا سمت سومی. اینا رو نگاه دونه بدون همینا رو بچینید که نه گوشیتون فریز بشه نه گوشیتون فلان بشه و بیسار بشه. و این مود بتل رویال شب هم اومده بچه، خیلی مود خوشگلیه، عالیه. یعنی اصلا نگاه، تازه من یه کاری کردم تو تنظیمات که بتونم اینو بهتر نمیاد ببینم. یه تری زدم، حالا نمیتونم نشون بدم، یعنی بهتون نشون میدادم. شخصی مخصی نیست خاطر همین. آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، امیدوارم ما رو دعا کنید. بای.